کوروش کبیر. کوروش کبیر بنیادگذار دولتداری متمدن. در تاریخ هر یک ملت دیر یا زود شخصیت‌های برجسته پیدا می‌شوند که تقدیر آن را به کلی تغییر داده، مدنیت مادی و معنوی آن را به سطح تازه و بلند ترقیات می‌رسانند و فرهنگ و تمدنش را به عرصه جهانی می‌بردارند. برای پارسا چنین شخصیت کوروش کبیر بود. کوروش کبیر اساسگزار بزرگترین ایمپری جهانی، یعنی ایمپری هخامنشی‌ها یا خاندان هخامنشی‌ها می باشد. کوروش کبیر از قوم آریایی هست. کوروش برای ما یک بزرگترین فرزند گذشتگان ما، یعنی بزرگترین مرد اجداد تاجیکان است که باید ما به کوروش بزرگ افتخار کنیم. اگر من فکر میکنم که در تمام تاریخ انسانیت 10 پادشاهی یا 10 شاهنشاه بزرگ حکمرانی کرده باشد، یکیش همین کوروش کبیر است. ویژگی کوروش کبیر از آن بود که ما در تاریخ زیاد میدانیم که کدام لشکرکشی که به سرزمین دیگر لشکر کشیده باشد، اون سرزمین ها را غارت کرده است، دین خود را به گردن آنها تعمیل کرده است، زبان خود را به گردن آنها تعمیل کرده است. خب جایهای مقدس آنها را از بین برده است، شکست است، ویران کرده است. و بزرگترین خدمت کوروش در تاریخ بشر آن است که وی همچون شخصی با معرفت، همچون شاهنشاه تمدن ساز، همچون شاهنشاه فرهنگ پرور، یعنی به تمام مقدسات دیگر قوم و ملت هایی که آنها را تابع خود کرده بود ارج میگذاشت و احترام خود را نسبت به اینها قائل بود. کوروش کبیر به نخستین ایمپری متمدن آریایی بنیاد گذاشت که تا زمان لشکرکشی و کشورکشایی‌های اسکندر مقدونی در تاریخ تمدن بشری نظیر نداشت. ایمپری تأسیس داده او مطابق معلومات کتیبه‌های دارای بزرگ و مورخان یونان قدیم چندین دولت‌های جهان کهن، پارس و ماد، بابل و آشور، مصر و فینیقیه، لیدیا و اورارتو، پرفیا و گیرکانیا، باختر و سغد و غیره را در قلمرو 22 ولایت متحد نموده در حدود 3 قطعه عالم، آسیا، اروپا و افریقا دامن گسترده بود. کوروش در تاریخ تمدن بشری با سیاست عاقلانه کشورکشایی، تأسیس ایمپری توانای متمرکز آریایی، اصول نوی اداره کنی و شکل مکمل دولتداری، اصلاحات امور سپاه و نظام لشکر، گسترش تجارت و تدبیرهای راهسازی، علل خصوص پایداری عدالت و پشتیبانی حقوق منزلت جمله خلقیت‌های ساکن قلمروش شهرت جهانی پیدا کرده است. اعلامیه تاریخی کوروش باشد از جانب عالمان و مورخان همچون نخستین اعلامیه حقوق بشر اعتراف شده است که نظام عادلانه، انسان پرورانه و دنیوی دولتداری را پشتیبانی میکرد. کوروش کبیر در میان شاهنشاهان عهد قدیم یکی از عاقل‌ترین، با انصافترین، کم آزارترین و دوراندیشترین شاهنشاه بود که با تمدن آفری و دولت سازی، انسان پروری و عدالت پیشگی و رفتار و اخلاق حمیده‌اش نفوذ عالمگیر یافته است. باید ما کوروش را بهتر و بهتر دانیم، بابای بزرگ خود بحسابیم و جوانان امروزه ما را وظیفه‌دار باید کرد که تاریخ گذشته خود، فرهنگ گذشته خود را بهتر و خوبتر دانیم و حتما به این کارنمایی‌های بزرگان فرهنگ پرور و فرهنگ دوست خود پیروی نمایند. کوروش کبیر وقتی که لشکرش به بابل در آمدن میخواهد به لشکر خود مراجعت کرده میگوید که وقتی که شما به شهر بابل وارد میشوید به مردم آزار نرسانید، خانه های مردم را ویران نکنید، به مقدسات مردم دست نزنید، یعنی مردم را از خود ناراضی نگردانید. و این نکته های گوناگون اعلامیه کوروش هستند که بعد انجام جنگ دوم جهان اعلامیه حقوق بشر قبول کرده شد در شهر نیویورک ایالات متحده آمریکا. اگر ما اینها را مقایسه کنیم، گفته های کوروش
به همین اعلامیه حقوق بشر بسیار نزدیکی دارند. یعنی ریشه نکته های اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل متحد سرچشمه میگیرد از نکته های اصلی اعلامیه کروش کبیر. در اعلامیه کروش همه این چیزها جای دارند. میگوید که انسان در هر کجایی که میخواهد زندگی کند. نیاگان ما در آن دوره های دور تحت پرچم کروش کبیر نه تنها یک دولت مقتدر و متمرکز مشترک، بلکه تقدیری مشترک، تاریخ و فرهنگ مشترک، زبان و خط مشترک و رسم و آیین مشترک را بنیاد گذاشتند که از سرچشمه تمدن آریایی آب میخورد. تقدیر دولتداری کروش به تقدیر دولت امروزه تاجیکان خیلی شباهت دارد که روحیه وحدت و متحدسازی ملت، پشتیبانی صلح و عدالت، گسترش تجارت و اقتصادیات و بنیادکاری و آبادانی، اصلاحات نظام لشکر و تکمیل اداره‌کنی مملکت از جمله این مانندی و هماهنگی هاست. کروش کبیر از مرتبه شاه یک ولایت به درجه شاهنشاه یک امپریای بزرگ جهانی رسید، اما برای این مرتبه رسیدن او سعی و کوشش و جد و جهد زیادی کرد و مانعه های بسیاری را از سر راه خود برطرف نمود.